اسامی کاندیداها رو هم نمیخوام بیارم. بعد از سال 96 شما شاهد بودین که در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 مشارکت 48% شد. با همون مشارکت 48% که جمهوری اسلامی خودش اون رو یک نوع پیروزی تلقی میکنه، اگر قرار بود وزن سیاسی رژیم افزایش پیدا کنه، ما شاهد جنبش زن زندگی آزادی نبودیم. چه برسه به الان که در طول حیات 40 اندی سالی جمهوری اسلامی آمار مشارکت 39% بسیار پایینه. یعنی 61% گفتن نه، که حتی این با آمار خود حکومت جمهوری اسلامی هم خیلی، این 61% خیلی تعداد زیادی هستش. لازم به ذکر برای خانم وطنی برای لازم به ذکر هم هستش که اتفاقا هفته پیش تعدادی از ایرانیان باهوشی که در زمینه آمار و ریاضی کار میکنند محاسبات دقیق کردند و بر اساس احتمالات کاملا از علم، در واقع از ابزار علم استفاده کردند و فهمیدن که فقط مشارکت 13% بوده. یعنی 87% مردم حائزین شرایط رأی انتخابات رو تحریم کردند و این دقیقاً یک نه بزرگ هستش و اینجاست که در واقع میشه فهمید که 87% جامعه که به این نظام پشت کردن. دقیقاً خیلی ممنون، این نکته رو خیلی خوب شد گفتین، چون من احتمال داشت که بین صحبتام فراموش کنم. خیلی ممنون. بله دقیقاً همین هست. لازم به ذکر اساس همون درصد کوتاهی هم که درصد خیلی کمی هم که رأی دادن 20% شاید واقعی باشن، چون ما بقی از ترس از دست دادن شغلشون توی اداراتی که وابسته به دولت هستن، اونها برای استخدام از یک فیلترهایی باید عبور کنن و اونها هم به خاطر ترس، و ما به این آرا میگیم آرای باطل. طبق خبری که من از منابع داخلی دارم، آرای باطله 1,025,000 هست. یعنی مردم از سر ناچاری و ترس رای دادن. بسیار